اینشتین از سالهای 1910 تا 1922 بارها برای جایزه نوبل فیزیک نامزد شد. اما برخی اعضای کمیته نوبل مانند فیلیپ لیونارد و یوهانس اشتارک برندگان نوبل فیزیک و مخالفان یهودی ستیز به شدت مخالف بودند. آرنولد سامرفولد و نیلز بور از جمله حامیان قدرتمند اینشتین بودند، به خصوص که پس از تایید تجربه اثر فوتوالکتریک توسط رابرت میلکان در سال 1915 و همچنین تایید نسبیت عام پس از رصد خورشید گرفتگی 1919 توسط آرتور ادینگتون، فشار برای اعطای جایزه به وی افزایش یافت. در نهایت در سال 1921 کمیته نوبل فیزیک به ریاست آرنگ سبربری تصمیم گرفت جایزه نوبل فیزیک سال 1921 را به اینشتین اعطا کند، اما نه برای نظریه نسبیت بلکه برای خدماتش به فیزیک نظری و به ویژه کشف قانون اثر فوتوالکتریک. اینشتین در سفر به ژاپن بود و نتوانست در مراسم استکهلم حضور یابد. جایزه به طور رسمی در سال 1922 به او اهدا شد و سخنرانی نوبل خود را در ژوئیه 1923 در مورد نظریه نسبیت ارائه داد. اینشتین حداقل از 16 دانشگاه معتبر جهان دکترای افتخاری دریافت کرد که از جمله آنها میتوان به دکترای افتخاری از دانشگاه ژنو در سال 1909 و دکترای افتخاری پزشکی از دانشگاه روستوک آلمان و همچنین دانشگاه‌های پرینستون، آکسفورد، کمبریج، هاروارد و مؤسسه فناوری فدرال زوریخ اشاره کرد. سال 1921 یکی از معتبرترین جوایز علمی بریتانیا، مدال کاپلی از انجمن سلطنتی لندن. سال 1923 یکی از عالی‌ترین نشانهای افتخار آلمان، عضویت در نشان پرل مریت. سال 1926 مدال طلای انجمن سلطنتی اخترشناسان برای دستاوردهای برجسته در نجوم. سال 1929 مدال ماکس پلانک، عالی‌ترین جایزه نوبل فیزیک آلمان برای دستاوردهای نظری. سال 1935 مدال بنجامین فرانکلین از مؤسسه فرانکلین در فیلادلفیا برای کار بر نسبیت و اثر فوتوالکتریک. سال 1942 عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا که یکی از بزرگترین افتخارات علمی در آمریکا میباشد. اینشتین در سال 1955 در ساعت 7:15 صبح روز 18 آوریل در سن 76 سالگی درگذشت. مجله تایم اینشتین را به عنوان شخصیت قرن 20 انتخاب کرد و عنوان مرد قرن را در سال 1999 به وی بخشید. عنصر شیمیایی با عدد اتمی 99 انشتینیوم به افتخار او نامگذاری شد. همچنین یک سیارک در کمربند اصلی سیارک‌ها به نام اینشتین 2001 وجود دارد. تندیس‌های یادبود بزرگی از او در مکان‌هایی مانند پارک ملی علوم آکادمی آمریکا در واشنگتن دی سی نصب شده است. همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی به نام او مانند جایزه جهانی علم آلبرت اینشتین اهدا می‌شود و تأثیر اینشتین تا به امروز ادامه دارد و به طرق مختلفی گرامی داشته می‌شود. همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی به نام او مانند جایزه جهانی علم آلبرت اینشتین اهدا می‌شود. سپاسگزارم. نام اینشتین در مکان‌های نمادینی مانند تالار والهالا در آلمان و تالار مشاهیر نیوجرسی ثبت شده است.